قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین قدیم، عصر میانه و دوره نو، گفتاری 79. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق تاجیک در دوره چنگیزیان. با وجود این، وقتنامه سال 1326 برای درست‌تر درک نمودن اهمیت این اصلاحات و دانستن تغییرات عمیق‌تری در اداره مأموری و سیاسی به عمل آورده آن امکان می‌دهد. در بین شرط‌های پیشگذاشته بخشندگان وقف چنین ضرورتی هم تأکید شده بود که محل‌های وقف را به حاکمان شهر بخارا و دیگر ولایت‌ها از جمله امیران تومن‌ها، ملک‌ها، بازقاق‌ها و وزیران دیوان اجاره دادن ممکن نیست. در اینجا ذکر ملکداران ارثی و حاکمان اصلی پیش از مغول با تومن علاقمند کرده نشده است. تومن‌ها را امیران یعنی سرکردگان و اعیان و اشراف طایفه های ترک و مغول اداره می کردند. در چنین مورد خود از خود معلوم است که ملک ملک و تومن یک مفهوم را افاده نمی کند. ممکن است این اصلاحات اداری نظر به آنچه که پیشتر انگاشته می شد در طرز اداره کهنه تغییرات جدیتری به عمل آورده باشد. از احتمال دور نیست که یکی از وظیفه های این اصلاحات برهم دادن مختاریت ملکداران، حاکمان محلی به شمار می رفت. از این رو چنین تخمینی برتال به حقیقت نسبتا نزدیکتر است که به تومنها تقسیم کردن مملکت مانند ایران با جدا کرده دادن املاک خاصه به نمایندگان خاندانهای مربوط می باشند که به ماوراء النهر همراه خان آمده اند، ارلت‌ها در قسمت شمالی افغانستان، قوگین‌ها در جنوب تاجیکستان، جلایری‌ها در خوجند، برلاس‌ها در وادی قشقدریا و غیره جایگیر شدند. آنچه که اشراف ترک و مغول نه فقط در حدود املاک خود بلکه بیرون از آن هم موقعهای اساسی را در اداره مأموری مملکت اشغال نمودند، مهمترین جهت در توصیف هم خود اصلاحات اداری و هم پراتسیسی به تمام ساحه‌های حیات مقیمی وارد شدن اشراف بادیه نشین می باشد. با این همه عموماً مسئله اهمیت و مقصد این اصلاحات به تحقیق همه‌جانبه احتیاج دارد. از جمله حالا روشن نیست که خود تومن چی واحدی مأموری بود و در وقت مقرر کردن حدود آن چی معیاری را به اساس می گرفتند. نزاع‌های فئودالی به گذرانیدن تدبیرات پروگرسیوی ممانعت می کردند و نتیجه های آن را به هیچ مبدل می ساختند. در سالهای 40 عصر 14 قزان خان رویه سیاسی کبک خان و ترمشیرین را پیش گرفته برای از نو برقرار نمودن حاکمیت خانی کوشش های زیادی نمود. او با نیتی به وجود آوردن تکیهگاه مستحکمی در مبارزه بر ضد فئودالان بادیه نشین در مسافه 2 منزل دورتری طرف غربی قرشی کوشک قلعه زنجیر سرای را بنا کرد. سال 1346 او در جنگ هلاک گردید. به جای وی امیر قزغن که دوستدار عرف و عادتهای زندگی بادیوی بود به سری حاکمیت آمد. او زمستان وقتی خود را در وادی سرای رایان حاضره 5 تاجیکستان
و تابستان در شهری مونک گذرانیده بیشتر به شکار و هجوم‌های غارتگرانه مشغول می‌شد و این برای اشراف بادیه نشین که از چنین تاخت و تازها غنیمت بسیاری به دست می آورد عین مدعا بود. پسری او عبدالله از سال 1358 سعی و کوشش نمود که دیگر سیاست افاده کننده طبقه بالای اهالی مقیمی را جاری نماید، ولی از مملکت رانده شد. در آخر سالهای 50 عصر 14 دولت چغتایی تقریباً به 30 ملک جداگانه تقسیم گردید. بعضی از این ملک ها به فیادلان بادیه نشین تعلقات پیدا نمود. مثلا خوجند به تحت حاکمیت بایزید جلایر درآمد. در سری ملک های دیگر فیادلان محلی اشرافی و دینی قرار گرفتند. چنانچه در بخارا صدرها، در ختلان اولاد خاندان قدیمه کیخسرو، در بدخشان 2 شاهی برادر از سلاله محلی، در ترمیز سیدها حکمرانی می کردند. علاوه بر این دولت چغتایی باز به 2 قسمت جدا شده ولایت‌های شمال و شرقی آن به خود نام مغولستان را گرفتند. خلق تاجیک در دوره چینگیزیان. مناسبت‌های اجتماعی و اقتصادی آسیای میانه در زمان مغول‌ها. کاتگوری‌های مالکیت زمین، سویرغال. مناسبت اجتماعی و اقتصادی زمان مغول‌ها، تأثیر اصطلاح و فرمانفرمایی آنها به سازمان‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی دولت هولاکویی‌ها همه طرفه آموخته شده است. البته مشاهده و خلاصه های مورخان ایران را به طور مکانیکی به شرایط آسیای میانه تطبیق کردن ممکن نیست، لیکن این متریال ها برای فهمیدن و درک کردن بعضی مدرک های غیر مستقیمی آید به یک قطار سازمان های اجتماعی و اقتصادی آن وقته آسیای میانه کمک می رسانند. باید قید کرد که مورخان برای از همین نقطه نظر به طور کنکریتی تاریخی تدقیق نمودن خود آسیای میانه هنوز خیلی کم کار کردند. یکی از سبب‌های این حالت سستی و محدودیت اساسهای مأخذ شناسی است. پیش از همه به جستجو و آموزش سرچشمه‌های محلی باید دقت مخصوص داد. تدقیق وقفنامه‌های سالهای 1299 و 1326 1333 همچنین مشاهده‌های چخوویچ دایر به مفهوم بعضی اصطلاحات تا چه اندازه اهمیت و آینده خوب داشتن این جهتی مسئله را نشان می‌دهد. از این سندها معلوم می‌گردد که در زمان مغول‌ها زمین‌های وقفی آسیای میانه نه فقط برهم نخورد، بلکه وزن نسبی آنها ظاهراً زیادتر گردید. خانهای مغول با بعض استثناء به مردم این سرزمین آزادی عقاید مذهبی می‌دادند. آنها اکثر وقت روحانیان را از جمله روحانیان اسلام را از پرداختن انداز و خراج آزاد می‌کردند. حتی در وقتهای استیلا و غارت سراسری مردم مال و ملک روحانیان ایمن می‌ماند. البته هنگام تاخت و تازهای استیلاکارانه، جنگ‌های بین خودی و هجوم‌های غارتگرانه مغول‌ها زمین‌های وقف هم مثل دیگر زمین‌ها زیر پامانده خراب می‌شدند. اما خود این کاتگوری زمین موجودیت خود را همانا دوام می‌داد. اگر این هم به نظر گرفته شود که مغول‌ها تا کبک خان به اداره آسیای میانه دخالت نمی کردند و کوشش‌های به دست درآوردن زمین را نداشتند، ممکن است به چنین خلاصه آمد که فاند زمین‌های وقف پس از استیلای مغول‌ها کم نشده است. در برابری به حالت مقرری در آمدن حیات خواجگی، این فاند هم می توانست افزاید که در این باره وقفنامه‌های در بالا ذکر شده شهادت می دهد. در سال 1299
عبدالرحیم محمد نام یک شخصی دولتمندی اسفجابی دیهی را با زمینهای شادابش خریده خوب عمارت کرد و همه این را به وقف تبدیل داده اداره آن را به ذمه خود و اولاد خود گذاشت. در سال 1326 نبیره سیف الدین باخرزی یک ناحیه تمام را از طرف جنوب و شرق بخارا به فایده مقبره و خانقاه بابایش تقدیم نمود. چندی پیشتر از این خانزاده خانم مغول سیور کوکتینی مبلغی کلانی را به ساختمان مدرسه بخارا مدرسه خانیه تخصیص داده آن را با وقفها تأمین کرد. حاکم تاجر مسعود بیک نیز در بخارا مدرسه ساختی با نام مدرسه مسعودیه مشهور است و قبر مسعود بیک هم در آنجاست. ملک های وقف این مدرسه ها باید خیلی زیاد باشند، زیرا فقط طلبه ها در هر یکی از آنها گویا که به 1000 نفر می رسیدند. از احتمال دور نیست که بعضی کوشش های از خود کردن زمین های وقف نیز ظاهر گردیده باشد. از این رو یکی از شرط های وقف دهندگان که به حاکمان و عملداران اجاره ندادن ملک وقف را تأکید کرده اند و آن در وقف نامه سال 1326 ذکر یافته است بی اساس نمی نماید. در این سند غیر از زمین های وقف هنگام توصیف قطعه های به وقف داخل نشده باز 3 کاتگوری زمین ملک، ملک خاص، مملکه انجو و مملکه دیوان نام برده شده است. وزن نسبی هر کدام این کاتگوری ها در آسیای میانه عهد مغول معلوم نیست. هم ملک دهقان و هم ملک فیادال در فهرست رسمی فقیهان زمین ملک نامیده شده است. دوره اصطلاح و حکمرانی مغول ها این دو نوع ملک را از بین نبرد. به این سبب آنها را ما در زمانهای بعد مغول ها نیز دوچار می آریم. در دولت هولاکویی ها زمین هایی که به سرداری دولت، اهل خاندان و وصل های او تعلق داشتند زمینی انجو نامیده می شد. می توانستند این گونه زمین را به طریق خدمتانه تقدیم کنند، به وقف دهند، تحفه کنند، بفروشند و غیره. به فکر پتروشیفسکی راضی نشدن ممکن نیست که او زمین انجو را با ملک مقایسه کرده هر دو را متعلق به یک کاتگوری می دانست. فقط با چنین تفاوت که زمین انجو در اختیار سرداری دولت، خاندان او و تابعانش بود و ملک در دست هر شخصی الهیده. البته زمین های انجو از انداز آزاد بودند، لیکن گاه ها از زمین های ملک هم انداز گرفته نمی شد. زمین های انجوی ایران از زمین های در وقت اصطلاح و پس از مصادره شده فیادالان محلی و این چنین از حساب کمنداتسیا زمین خود را به تحت حمایه یکی از اعضای سلاله واگذاشتن شخصان جداگانه فراهم آمده، ذخیره آنها خیلی بزرگ بود. ظاهراً زمین‌های انجوی آسیای میانه از زمین‌های انجوی ایران فرق کذایی نداشتند، لیکن ممکن است که وزن نسبی و راه‌های به وجود آمدن آنها اندکی از هم تفاوت کند. این را هم باید به نظر گرفت که فقط کبک خان و بعضی وارثان او در سرزمین ماوراء النهر به طور استوار جای گرفتند. در این وقت مناسبت با اهالی مقیمی و ترتیبات محلی نظر به دوره اصطلاح و 10 ساله های اولی آن تماماً دیگرگون گردیده بود. از این رو ممکن است چنین تخمین کرد که در شرایط آسیای میانه مصادره راه اساسی پیدایش و افزایش زمین‌های انجو نبود و عموماً ذخیره این قبیل زمین در اینجا آنقدر اهمیت نداشت. هنگام تدقیق باز هم دقیق‌تر و مفصل‌تر این مسئله
به قدری که سرچشمه و مأخذها امکان می دهند، خرید زمین‌های میلک را که احتمال وسیله پر کردن ذخیره زمین‌های اینجا باشد نباید از نظر ساقط نمود. در دوره‌های دیرتری آسیای میانه چنین حادثه‌های معلومند که پادشاهان محض زمین‌های میلک را به یک طریقه مقرری با خط و مهر قاضیخانه به رسمیت درآورده می‌خریدند. زمین دیوان زمینی دولتی به شمار می‌رفت. پس معلوم می شود که در آسیای میانه زمان مغول‌ها از روی حق مالکیت 4 کاتگوری زمین: یکم زمینی دولتی، دوم ملکی فیادالی و اینجو، سوم زمینی وقف و چهارم ملکی دهقان موجود بوده است. شبهه‌ای نیست که در زمان حکمرانی مغول‌ها در آسیای میانه مثل ایران اصول پاداش‌های فیادالی وجود داشته بیش از پیش رونق پیدا می‌کرد. در ایران آن وقت این پاداش‌ها را با اصطلاح کهنه عربی اقطاع و یا با اصطلاح نوی مغولی سویرغال می‌نامیدند. هم اقطاع و هم سویرغال ممکن بود خرد یا کلان باشد. در وقتهای اول اقطاع را بیشتر سرکرده‌های حربی صاحب گردیده سربازان قطاری باشند به عوض خدمت مال یا پول می گرفتند. اما در عهد غزنخان ناحیه‌های تمام به طریق اقطاع به سربازان مغول تخصیص داده شدند. این نوع اقطاع از قسمت‌های خردی متعلق به شخصان جداگانه عبارت نبوده، بلکه مساحتی کلانی را تشکیل می کرد که به یک واحدی قوشون داده می شد. امیر هزاری این زمین اقطاع را بین امیران صدی و امیران صدی در نوبت خود بین امیران دهی تقسیم می کردند. اقطاع نه فقط حقی به زمین و تمام درآمدهای آن به آب و آدمان ساکن آن محل داشته صاحب خود را محفوظ می نمود، بلکه همچون ملک میراثی حساب یافته به اقطاعدار امکانی با تمام صلاحیت از تابعان خود خراج ستانیدن را هم می داد. سویرغال افاده روشن‌تر و شکل کاملتری حکمرانی فیادالی غاصب ترک یا مغول نسبت به زراعتکاران مقیمی حساب می شد که در خود معنی وراثت و مسئولیت پره‌ای انداز و مالیات و سودی و اداروی را نیز نهفته بود. با سویرغال‌های کلان ملک‌های فراگیرنده هم واحه‌های آباد زراعتی و هم دشت‌های هامون داخل می شدند. مسئله پاداش‌های فیادالی در آسیای میانه هنوز بر اساس متریال‌های کنکریت تاریخی مورد تدقیق همه‌جانبه قرار نگرفته است. تنها همین یک چیز معلوم است که خوجند برای جلایری‌ها، ناحیه قشقدریا برای برلاس‌ها، ناحیه جنوبی تاجیکستان برای قبوچین‌ها ملک‌های به طریق پاداش صاحب شده اقطاع یا سویرغال‌های آنها به شمار می رفتند. خلق تاجیک در دوره چنگیزیان. کاتگوری های دهقانان، مسئله ساخت کریپاسنایی، غلامی. دهقانان در زمان مغول‌ها مثل پیشتره و دوره های بعدینه گوناگون ترکیب بودند. گروهی از آنها دارای امتیاز و مالکیت خصوصی بوده، به دولت نظر به دیگران کمتر انداز می پرداختند. ظاهراً این همان قسمت اساسی اهالی است که در نتیجه خانه خراب و نابود شوی مقداراً خیلی کم مانده بود. مقداری خیلی زیادی دهقانان زمین را اجاره می گرفتند یا خود همچون برزگری کرایه در زمین دارا کار می کردند. این قبیل دهقانان در وقفنامه سال 1326 با نام مزاری یاد شدند. از روی معلومات همین وقفنامه دهقانان اجاره نشین زمین‌های زراعتی وقف 31 حاصل را می دادند. اما مخصوص تأکید شده بود که زمین وقف از 2 سال زیادتر
به اجاره داده نمی شود. مدرک های غیر مستقیمی دوره های بعدتر وادار می کنند چون این تصور نماییم که اصطلاح مغول بقیه های ابشینگی کاتگوری های دهقانان را که از نسل به نسل در یک دهه زندگانی کرده صاحب حقوق اجاره دائمی و بعضی دیگر حقوق و وظیفه های عمومی و به هم علاقمند کننده بودند از بین نبرده است. در عصرهای 15-16 چنین بازمانده های ابشینه دهقانان در کاتگوری های گوناگون زمین دولت، زمین ملک و زمین وقف دیده می شدند. اما چگونگی این حالت در عصرهای 13-14 معلوم نیست. در وقفنامه سال 1326 باز یک کاتگوری دهقانان یاد شده است که آن را کدیور می نامیدند. کدیورها اساساً به پرورش باغات ملک مشغولی داشتند، ولی از این سند روشن نیست که احوال آنها از احوال دهقانان اجاره نشین چی تفاوتی دارد و مناسبت آنها با صاحبان زمین چگونه است. ضمناً خدمت باغات ملک را نه فقط کدیورها بلکه باغبانها نیز به جا می آوردند. این را هم باید قید کرد که بر طبق سند مذکور کشتکار زمین‌های وقف را غلامان هم که از طرف وقف دهندگان آزاد کرده به زمین نشانده شده بودند انجام می دادند. آنها حق نداشتند که زمین وقف را ترک کنند. دیگر از هر جهت با دهقانان اجاره نشین یکسان بودند، زیرا آنها نیز در همان شرایطی پرداختی 3/1 حصه حاصل را دادن خدمت می کردند. به زمین وابسته شدن غلامان هنوز برای سخن راندن از اصول کریپاسنایی در آسیای میانه اساسی نمی دهد. در ایران زمان مغول‌ها دهقانان را به زمین پابند نموده از جای به جای دیگر کوچیدن را منع می کردند و از میانه های عصر 13 سر کرده دهقانان کوچیده را به جایهای پیشتره خود باز می گرداندگی شده. یرلیق غزنخان از تاریخ سال 1303 این را فقط تصدیق نمود. خیلی مهم است که این نه فقط به دهقانان اجاره نشین زمین‌های اقطاع بلکه به دهقانان در زمین‌های ملک نشسته نیز تعلق می داشت. پتروشفسکی چنین می شمارد که این حالت به تمام دهقانان در هر گونه زمین نشسته دخل می نمود. سبب‌های اساسی به زمین‌ها نشانده ماندن دهقانان این بود: اگر پیشتر برای نفوس سیرشمار زمینی کارم نمی رسیده باشد، پس از قتل و غارت استیلاکاران مغول مقدار اهالی و زمین زراعت خیلی کم شد و بر ضمن این در نتیجه استثماری بیرحمانه خصوصا اشراف حربی فیادالی دهقانان به هر طرف فرار نموده اکثر زمینها ناکشته ماند. این بود که خانهای مغول از روی منفعت دولت و فیادالان که نگاه داشتن دهقانان را همچون ادا کننده انداز و خراج یعنی منبع درآمد تقاضا می کرد، سیاستی به زمین بسته ماندن دهقانان را جاری نمودند. این سیاست باز از آن سبب هم پیش گرفته شد که وی به نقطه های اساسی یسای چنگیزی که به پیشوایان خود کاملا مطیع بودن مردم بادیه نشین و قطعاً ممکن نبودن حرکت خودسرانه آنها را تلقین می کرد مطابقت داشت. شرایط آسیای میانه نیز به همین منوال بود. در اینجا هم مقدار اهالی و زمین زراعت کم شده، خواجگی دهقانان خراب و ظلم و استثمار افزونتر می گردید. در همان نواحی آسیای میانه از قبیل ترکمنستان جنوبی که به هیئت دولتی هولاکویی ها داخل می شدند، مثل دیگر ولایت های این دولت حادثه به زمین پابند کرده ماندن دهقانان به تعامل در آمده بود. اما مدرک های انیقی که به موجودیت اصول کریپاسنایی در دولت چغتایی در خطه ماوراء النهر و ولایت های در قسمت شرقی واقع گردیده دلالت می کرده باشند در دست ما نیست.
بنابراین حالا وقت حل این مسئله نرسیده است. در این مورد بعضی خصوصیت‌های از ایران فرق کننده تشکیل اداره ماوراء النهر را نیز باید به اعتبار گرفت. چنان که بارها خاطر نشان گردید، خودی مغول‌ها در عصر 13 به کار اداره مملکت دخالت نمی کردند و خودشان قطعه زمین و اقطاع نداشتند. درآمد مملکت را به واسطه حاکمان تاجر محمود یلواچ، مسعود بیک و پسران او جمع می کردند و این درآمد برای همه آن مغولانی که این قسمت آسیای میانه به آنها تعلق داشت عمومی بود. این است که آن وقت در نزد خانزاده ها و اعیان و اشراف مغول مسئله چطور و از کی رویانیدن عایدات زمین، در جای خود بودن یا فرار کردن دهقانان هیچ اهمیتی نداشت. البته در عصر 14 این حالت دیگر شد، ولی در این مورد اشاره وقفنامه سال 1326 را درباره اینکه زمین را در صورت آداب و شاداب بودنش هم به دهقانان از 2 سال بیشتر اجاره داده نشود نباید از نظر ساقط کرد. علل خصوص اینجا سخن از واحه بخارا می رود که در سالهای 1273 و 1276 تماما خراب شده تا سال 1326 هم در هر سری قدم کوشک‌های ویران و باغاتی به خرابزار تبدیل یافته را دچار می آمدند. خلق تاجیک در دوره چنگیزیان. احوال پیشوران. سیاستی به قید اسارت در آوردن اهالی که مغول‌ها جاری می کردند، مخصوصاً در مناسبت آنها با پیشوران واضح و روشن ظاهر می گردد. در این بابت شهادت یکی از مأخذها خیلی جالب است. تقریباً سال 1262 قاصد قبیلای خان در بخارا پس از حساب و برآورد دوباره تقسیمات زیرین را مقرر نمود. از 16,000 بخاریان 5,000 کس به باتو یعنی جوجیان و 3,000 کس به سیورکوک تینیبیگی مادری هولاکو خان، منگو خان و قبیلای خان تعلق داشته، قسمتی باقی مانده آنها در اختیار قاآن یعنی سرداری مغول ها بودند که او با آنها همچون مال شخصی خود مناسبت میکرد. در سال 1263 هولاکو خان که با جوجیان جنگ میکرد به بیرون شهر برآورده سربریدن 5,000 اهالی به این خاندان تعلق داشته بخارا را فرمود و در این هنگام نه اندیشه مال و ملک و نه رحمی نسبت به زن و کودکان آنها در دل او پیدا نشد. محققان درست تخمین می کنند که اینها پیشورانی بودند که به اختیار خانهای مغول داده شده شخصاً به آنها اطاعت می کردند و خدمت آنها را به جا می آوردند. پلانو کارپینی 2 گروه پیشوران را یاد می کند. در ملک سراتسیانها و دیگران که در این میان آنها مغول‌ها گویا که حاکمند، همه بهترین پیشوران را صاحبی کرده به تمام کارهای خود استفاده میبرند. به هر یکی هر روز نانی برکش و هفته 3 بار پاره گوشت میدهند. این را هم به آن پیشورانی روا میبینند که در شهر اقامت دارند. از این گفته ها چنین برمی آید که یک گروه پیشوران شهر حیات غلامانه به سر می بردند. منگو خان فرمود که مردم عوام از قبیل تاجران، دکانداران و کاسبان به دستیاران خود لطف و مرحمت نمایند و به آنان از نعمت خود بخشایند تا هر یکی مبلغ لازمه را از این معامله به قدر دریافت خود بپردازند. شما گفتاری 79 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجم خلف خواند. کارگردان شیرعلی نغزلی.